تحلیل داریم. چه تحلیلی؟ امروز میخوایم بریم سراغ تحلیل یکی از محبوب ترین رمز ارزها. به نظرتون اسم این رمز ارز چیه؟ تو رو خدا خیلی سوال سختیه بابا، نکنه سولاناست. آفرین، دقیقاً امروز میخوایم بریم سراغ تحلیل رمز ارز سولانا. فقط قبلش سلام خدمت دوستان عزیز، من صمد قهرمانی. خیلی خوش اومدیم به کانال آموزشی زمان معامله. لطف میکنیم با لایک و اشتراک گذاری ویدیوهامون به بیشتر دیده شدن ویدیوهای ما کمک بکنین. همچنین با سابسکرایب و زدن زنگوله هم میتونین همراه ما باشین و ویدیوهای تحلیلیمون رو به هیچ عنوان از دست ندین. بریم روی چارت سولانا. خب یه نگاهی به تایم بالش اول داشته باشیم، بعدش بیایم سراغ لایو این رمز ارز. خب توی تایم فریم ویکلی خب ماستی زیاد داده آنچنانی نداریم براش، ولی توی ویکلی فعلا سعودیه. حالا با توجه به نوایی که داره من یه مشخص نمی کنم اینجا چه اتفاقی افتاده، ناحیه داریم نداریم. ببینیم فعلا سعودیه. توی ویکلی اینجا یه ناحیه داشتیم، اگر که دیده بشه، بله ببین اینجا یه ناحیه داشتیم، اینجا اومده تاییدیه صعود داده، اینجا دوباره اومده تاییدیه صعودش رو تثبیت کرده، بعدش صعودی شده. این صعود تا کجا میتونه ادامه دار بشه؟ اینجا ما تاییدیه نزول داشتیم، ببین از اینجا تا اینجا میتونه ناحیه خوبی برای ریزش این رمز ارز باشه. فعلا توی فرکتال های بالاتر اینجا صعودیه، اینجا میتونه مانع صعود این رمز ارز بشه. پس فعلا دیدگاهی از این بابت که سقف سولانا یعنی $260 زده بشه نداریم، دیدگاه خاصی نداریم. اینجا رو هم بخوایم بررسی بکنیم 4 ساعته ببینیم ناحیه‌ای داریم یا خیر. خب 4 ساعته اینجا حالا سقفش زده شده، احتمالاً زده شده، بازم بگیریم لوش 110.88 های 110.90 بله زده شده. پس اینجا میتونه ناحیه ریزشی خوبی باشه. توی تایم فریم 4 ساعته مد نظر داشته باشین. من با فرکتالش دارم خدمتتون عرض میکنم که دوستان بتونن نهایت استفاده رو ببرن. اینم از این. اینجا میتونه ناحیه خوبی باشه به عنوان ناحیه ریزشی. تایم فریمش هم گفتیم، تایم فریم فرکتالیش 4 ساعت هست. روی تایم فریم 4 ساعته میتونیم تو این ناحیه به دنبال برگشت حالا این رمز ارز باشیم و حالا این برگشت میتونه به عنوان اصلاح باشه یا به عنوان ریزش اصلی و زده شدن این کف که به احتمال زیاد حالا با توجه به اتفاقاتی توی این چند سال افتاده میتونیم انتظار اصلاح رو داشته باشیم توی تایم فریم های بالاتر مثل ویکلی و مانسلی. خب قیمتش رو هم بخوایم بگیم، ببینید از 94.62 تا 110.90 اینجا ناحیهشه دیگه. من بهینش نمی کنم و اما بریم سراغ لایوش، تا همینجا کفایت میکنه. ناحیه‌ای که من اینجا دارم دیلیه. خب بریم تایم های پایین تر. ببینید من دیگه نواهیش رو اومدم شناسایی کردم به خاطر اینکه حالا تایم ویدیو کمتر بشه. اینجا ناحیه بهینه شده شه، ببینید اینجایی که مشخص کردیم ناحیه بهینه شده شه، چون از ناحیه حالا سقف اون برگشت قیمتی که $77 برگشت قیمتی که داشتیم به ناحیه به ظاهر درستی نخورده و ناحیه درست ترش بالاتره که اینجا مشخص کردیم 94. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که بره و نوای بالاتر رو ببینه. توی تایم فریم اینجا ناحیهش دیلی بود. توی 5 دقیقه این ناحیه‌ای که بهینه کردیم رو میتونیم روش برنامه خرید داشته باشیم. البته بهترینه که با تاییدیه باشه. این کفی هم که اینجا زده 64
حالا ممیز 22 این حوالیه به ناحیه درستش نخورده، پس همچنان این کف میتونه زده بشه. پس همچنان من میتونم انتظار داشته باشم که سولانا فعلا ریزشی باشه. توی این تایم فریم هم تاییدیه نزول داده، اینجا تاییدیه نزول داده، تثبیت شده، اومده سقفش رو هاند کرده و بعدش ریزش به همین زیبایی که حالا تحلیلش رو انجام نداده بودیم قبلا که بخوایم ادعا بکنیم و بگیم که ما میدونستیم ریزشی میشه، با توجه به تحلیل هایی که داریم و نواحی که شناسایی میکنیم گفتیم. عذرخواهی میکنم. پس انتظاری که داریم تا این نواحی ریزش بشه. حالا خود ناحیه هم مشخص بکنیم، 60 ممیز 20 62 ممیز 60 مشخصه دیگه توی ویدیو. اینجا ناحیهشه، تا اینجا میتونه پایین بیاد و از اینجا میتونیم انتظار صعود سولانا رو داشته باشیم. بخوایم تاییدیه بگیریم توی تایم فریم 5 دقیقه میتونیم روی این ناحیه، ببینید روی ناحیه‌ای که اینجا مشخصه من سلکت میکنم، روی ناحیه برنامه خرید داشته باشیم. چه بسا اگر به دنبال این هستین که تقریبا 90% استاپ نخوریم، با تاییدیه میتونیم وارد بشین. توی تحلیل طلا هم گفتیم حالا شرایط تاییدیه به چه صورتی هستش. تحلیل خاص دیگه ای نیاز نیست، تایم فریم های پایین تر نیاز نیست. همینو بخواید بگیرین و توی همین تایم فریم تاییدیه ازش بگیرین، یک ریسک ریوارد فوق العاده بهتون میده. بالای فکر کنم 1/10 باشه. حالا بگیم مثلا توی این حوالی اصلا سقفش رو در نظر بگیریم، استاپ روی این حوالی تقریبا 5%، تارگت 1 زده شدن این سقف 25% تقریبا 1/5 رو بهتون میده تقریبا. تا تارگت اصلی که بیشتره دیگه، تا تارگت اصلی هم بخوایم بگیریم اینجا تقریبا 5 بود، 50 1/10 رو بهتون میده تا تارگت اصلیش. ببینیم که حالا این رمز از چه میکنه. اگر برسیم به امید خدا ویدیو آپدیتش رو هم خدمتون ارائه میدیم. اگر که نه توی تلگرام و استوری های اینستا میتونید همراه ما باشین و از لحظه تحلیل های لایومون نهایت استفاده رو ببرین. ممنون که این ویدیو رو لایک میکنین و به اشتراک میذارین با دوستانتون. همچنین با سابسکرایب کانال میتونین همراه ما باشین و با زدن زنگوله از ویدیوهامون جا نمونید. تا ویدیوهای آموزشی و تحلیلی بعدی دوستتون دارم. فعلا